حضرت موسی گفتن که الله اتو یک خواهش همین مردم مرا گنده نکند، تنقید نکند. بعد الله تعالی گفت که ای موسی من اینها رو آفریدم، من اینها رو رزق میدهم، اینها مرا طعنه میزنند. انا ببینه یا بدبخت داریم در همین زیر نوارای ما فقط الله عرب می نویسد، الله تعالی رو تنقید میکند. نه تاجیکی ما الله تعالی رو حقارت میکنه. خب پیامبر صلی الله علیه و سلم رو هم حقارت میکنه، لیکن جرأت به الله تعالی هم میکنه، الله عرب میگه. نعوذ بالله. تاجیکی ما یعنی الله تعالی میگه که من اینها رو آفریدم. یک قطره آب، از یک قطره آب الله تعالی آفرید، به اینها رزق دادم، اینها مرا حقارت میکنه، مرا دشنام میدهد، مرا اذیت میدهد. چی جایی تو؟ یعنی این چیزی ناممکن است. کسانی که الله تعالی رو حقارت کردن دیگر مردم حقارت میکنن، دشنام میده، هر چی میگم. بنابراین این چیزی عادی است. و اذا اتتك مذمتی من ناقص فهي الشهاده لی بانی کامل. اگر یک کسی مرا تنقید کند که متبنی میگد، یک شاعر است، و اذا اتتك مذمتی، اگر مذمتی من از جانب یک آدم ناقص بیاید دان که من مکمل هستم. یا آدمی پست اگر منو تنقید کند دان که من مکمل هستم. والله تعالی اعلم.